تو این اوضاع گرونی بعضی میگن نخرین ارزون میشه، نخرید ارزون میشه. بله، موقعی نخرین ارزون میشه که متریال ارزون باشه و واحد پول ملی ما هم ارزشش کم نشده باشه. اتفاقا چیزی گرون نشده نسبت به ارزش پول ملی، همون قیمته. یعنی اون پول ما الان مثلا سکه 135 میلیونه، به ارزش امروزش دقیقا اندازه ارزش 20 سال پیششه، هیچ فرقی نکرده، فقط ارزش پول ملی ما کم شده. با نخریدن ارزون نمیشه، مگر مردم خاویار نمیخرن؟ تقریبا 99.99% مردم ایران خاویار نمیخرن، مگر ارزون شده؟ اگر اینطور الان باید خاویار کیلو 2000 باشه، یا زعفرون یا طلا، چون هر کسی توانایی خریدشو نداره. به خاطر خریدن یا نخریدن نیست، به خاطر ضعف اقتصاده، از دست رفتن ارزش پول ملی. پس نگیم نخرید. خب باشه، بعد اصلا نخریم. چی رو نخریم؟ گوش نخریم، مرغ نخریم، نون نخریم، پوشاک نخریم، هیچی نخریم؟ فتوسنتز مگه میشه کرد؟